سلام دوستان، به چنل فکتولوژی خوش اومدین. همین دیروز یعنی 10 مرداد ماه 1403 اسماعیل هنیه رهبر گروه مقاومت حماس که برای مراسم تألیف یا معارفه مسعود پزشکیان رئیس جمهور فعلی ایران به ایران سفر کرده بود، در ایران در ساعت 2 بامداد توسط اسرائیل ترور شد. به همین بهونه میخوایم توی این قسمت به بررسی چند تا از ترورهای خیلی مهم در تاریخ معاصر بپردازیم. پس اگر که این موضوع براتون جالبه و علاقه‌مند هستین، حتما توی این ویدیو تا انتها همراه من باشین. همه ما میدونیم که تمام فعالیت یک سیاستمدار، یک فعال سیاسی یا مدنی یا فرهنگی مورد قبول همه افراد جامعه قرار نمیگیره و ممکنه که بعضی از گروه‌ها یا افراد برای مقابله با اون شخص به آسون ترین راه یعنی کشتن اون شخص روی بیارن که معمولاً به این حرکت ترور میگن. ما در این ویدیو به چند تا از مهمترین ترورهای چند سال اخیر میپردازیم. لازم به ذکره که همه این ترورها موفقیت آمیز نبودن و بعضی از اونها با شکست مواجه شدن، اما حرکت و اقدام اونها عواقب خاص خودش رو داشته و توی دنیا تاثیرات بسیار زیادی گذاشته. یک ترور خیلی مهم در دنیا ترور فرانس فردیناند ولیعهد پادشاهی اتریش مجارستان بود. ترور ولیعهد اتریش رو میتونیم پرهزینه ترین و مرگبارترین ترور تاریخ بدونیم. در تاریخ 28 ژوئن سال 1914 میلادی، هنگامی که آرشیدوک فرانس فردیناند 51 ساله بود و همراه همسر صوفی برای بازدید از یک رژه نظامی به سارایو در کشور بوسنی که اون زمان زیر نظر پادشاهی اتریش مجارستان بود رفته بود، توسط گاوریلو پرنسیپ 19 ساله با 5 گلوله کشته شد. بعد از قتل فرانس فردیناند، صربستان حاضر به همکاری با نمایندگان اتریش برای تحقیق درباره مرگ ولیعهد نشد و همین امر باعث شد که دولت اتریش به صربستان اعلام جنگ کنه که به دنبال اون کشورهای قدرتمند در اون دوره مانند آلمان، شوروی، انگلیس و اتریش رو با هم مشکل پیدا کردن و روبروی هم قرار گرفتن و آتش جنگ جهانی اول شعله‌ور شد. جنگی که طی آن 19 میلیون نفر انسان بیگناه کشته شدند. فیدل کاسترو یک مجموعه از ترورهای ناموفق. فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا که مدعی بود در طول دوران رهبریش بیش از 638 بار به روش‌های مختلف مورد ترور قرار گرفته و از اونا جان سالم به در برده. او همچنین مدعی بود که بیشتر این ترورها از طرف سازمان جاسوسی آمریکا صورت گرفته بوده. مثل چی؟ مثل قرص سمی، سیگار مسموم، صدف‌های بمب‌گذاری شده، لباس غواصی آغشته به مواد شیمیایی، خودکار زهرآلود، قرص LSD و معشوقه آلمانی کاسترو که از جمله وسایل ترورهای اون بودن که نافرجام موندن. کاسترو حدود 50 سال در کوبا حکومت کرد که برابر با حکومت 9 تن از رئیس جمهوران آمریکا بود. کاسترو سرانجام در سال 2016 میلادی در سن 90 سالگی درگذشت. بی‌نظیر بوتو اولین نخست وزیر زن یک کشور مسلمان. بی‌نظیر بوتو دختر ذوالفقار بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان و دانش آموخته دانشگاه هاروارد و آکسفورد بود. بی‌نظیر بوتو در سالهای 1988 تا سال 1990 و از سال 1993 تا سال 1996 نخست وزیر پاکستان از حزب مردم بود. در سال 2007 میلادی اولین سوء قصد به جان او انجام شد که با توجه به خودروی ضد گلوله او آسیب چندانی به وی وارد نشد. اما خب متاسفانه با این حال این حمله باعث کشته شدن 136 نفر دیگه شد. بار دیگر در 27 دسامبر همون سال در جریان مبارزات انتخاباتی در شهر راولپندی پاکستان در یک حمله انتحاری کشته شد. دولت پاکستان طالبان و القاعده را مسئول این عملیات می‌دانست، اما القاعده اعلام کرد که در ترور بوتو هیچ نقشی نداشته.
با مرگ این خانم 3 روز عزای عمومی در پاکستان اعلام شد. دیکتاتور بزرگ آدولف هیتلر از سال 1921 تا سال 1944 6 بار مورد سوء قصد قرار گرفت که به طرز عجیبی از تمام اونها جان سالم به در برد، تا اینکه وقتی در محاصره نیروهای متفقین در برلین قرار گرفت، با خوردن قرص سیانور و شلیک گلوله به سر خود به زندگیش پایان داد. عملیات والکایری مهمترین سوء قصدی بود که نسبت به جان هیتلر صورت گرفت. این عملیات توسط افسران و ژنرال‌های عالی رتبه ارتش آلمان برنامه ریزی شده بود و توسط سرهنگ اشتافنبرگ به اجرا درآمد. اشتافنبرگ کیف حامی بمب را در نزدیکی هیتلر قرار داد و خودش جلسه را ترک کرد و راهی برلین شد تا پس از کشتن هیتلر ارتش را به قیام دعوت کند. ولی خب با یکی از افسران تصادفی به کیف خورد و باعث شد که قضیه را متوجه بشن و با انفجار بمب در زیر میز به هیتلر جراحت جزئی وارد شد و او از این ترور نیز جان سالم به در برد، اما خب تا پایان عمر دچار لرزش دست و پا شد. بعد از شکست کودتا اون سرهنگ به مرگ محکوم شد و در حیاط وزارت دفاع به جوخه اعدام سپرده شد. عاشق گاندی قاتل او شد. رهبر آزادی بخش هند از سلطه استعمار انگلستان و پدر معنوی هندوستان مهاتما گاندی بارها و بارها مورد سوء قصد قرار گرفت که آخرین بار این سوء قصد موفقیت آمیز بود. گاندی در ژانویه سال 1948 به ضرب 3 گلوله در دهینو کشته شد. قاتل او ناتورام گوتسه همانجا سلاح خود را زمین انداخت و پلیس را صدا زد و خود را به قانون تسلیم کرد. وی از وطن پرستان افراطی هندو بود که علاقه شدیدی به بزرگترین شخصیت هند داشت و ضمن احترام به او پیرمرد را نجات دهنده هندوستان نیز می‌دانست، ولی متاسفانه معتقد بود روابط گسترده با پاکستان به اقتدار هندوستان لطمه وارد کرده و باعث جدایی این کشور از هند شده. همچنین معتقد بود گاندی به مسلمانان هندی آزادی عمل زیادی داده، با اینکه طبق قانون هند مجازات چنین قتلی اعدام بود، ولی خانواده گاندی با این کار مخالف بودند و اونو با روحیه و روش گاندی سازگار نمیدونستند. با این حال اون فرد 1 سال بعد اعدام شد. احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان. احمد شاه مسعود از فرماندهان نظامی مجاهدین در دره پنجشیر و وزیر دفاع پیشین افغانستان بود که در جنگ‌های شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان نقش مهمی داشت. جنگ‌های چریکی مسعود علیه طالبان و قشون سرخ شوروی او را به اسطوره‌ای تکرار نشدنی در افغانستان تبدیل کرد. احمد شاه مسعود تنها 2 روز قبل از حادثه تروریستی 11 سپتامبر آمریکا توسط 2 خبرنگار اروپایی و عرب تبار در پایگاه نظامی خود در ولایت تخار و در میان جمع زیادی از محافظان خود کشته شد. ترور سپهبد سلیمانی فرمانده سپاه ایران، قاسم سلیمانی فرمانده کل سپاه قدس ایران، علاوه بر جنگ‌های داخلی کشور سوریه در مقابله با داعش در کشور عراق و سوریه نیز نقش داشته. در اسفند ماه سال 1397 نشان ذوالفقار که عالی ترین نشان نظامی ایرانه برای اولین بار در تاریخ کشور ایران توسط رهبر ایران به وی اعطا گردید. سلیمانی در حمله پهپادی آمریکایی به فرودگاه بغداد در بامداد جمعه 13 دی ماه سال 1398 ترور شد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دستور این حمله هوایی رو دونالد ترامپ که رئیس جمهور آمریکا بوده در اون سال و فرمانده کل قوای این کشور بوده صادر کرده. ترور نافرجام محمد رضا شاه پهلوی.
محمد رضا شاه در دوران 37 ساله سلطنت خودش در ایران 2 ترور رو تجربه کرد که از هر دو جان سالم به در برد. نخستین ترور در سال 1327 و سالهای اول حکومت او در ایران بعد از کناره‌گیری پدرش صورت گرفت. در اون روز قرار بود که مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار بشه که این فرد مورد سوء قصد قرار گرفت و به زخمی شدن وی و مرگ ضارب انجامید که ظاهراً اون فرد یکی از اعضای حزب توده بوده. ترور نافرجام آیت الله خامنه‌ای که رهبر ایران هست. خامنه‌ای زمانی که نماینده خمینی در شورای عالی دفاع و امام جمعه بود، در تیر ماه سال 1360 و در بحبوحه جنگ ایران و عراق در یکی از مساجد جنوب شهر تهران مورد سوء قصد قرار گرفت. ضبط صوتی که روی میز آقای خامنه‌ای قرار داشت چند دقیقه بعد از شروع سخنرانی به یک باره منفجر شد. این حادثه باعث قطع شدن چندین رگ و عصب دست راست او شد. گروه فرقان که رهبرشان چندی پیش اعدام شده بود، مسئولیت این عملیات رو پذیرفتند. دومین سوء قصد به جان محمد رضا شاه پهلوی در سال 1344 در خیابان پهلوی و کاخ نیاوران رخ داد. این بار ضارب سرباز وظیفه گارد سلطنتی و طراح اصلی این ترور پرویز نیکخواه بود. جان اف کندی محبوب ترین رئیس جمهور آمریکا. جان اف کندی 34مین و جوانترین رئیس جمهور آمریکا در نوامبر سال 1963 با اصابت گلوله‌ای به صورتش در دالاس تگزاس به قتل رسید و آمریکا رو در غمی سنگین فرو برد. لی هاروی اوسوالد، مردی که به عنوان ضارب رئیس جمهور دستگیر شده بود، 2 روز بعد در اداره پلیس توسط فردی به نام جک روبی از پای در اومد. جالب این که خود جک روبی نیز 2 سال بعد پس از اینکه حکم اعدامش صادر شده بود، به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. با مرگ او بزرگترین معمای سیاسی تاریخ آمریکا شکل گرفت. جان اف کندی هنوز هم برای بسیاری از مردم آمریکا چهره محبوب و فراموش نشدنی به حساب میاد. آبراهام لینکلن 14 آوریل سال 1865 میلادی و درست 5 روز بعد از پایان جنگ‌های انفصال آمریکا، آبراهام لینکلن رئیس جمهور ایالات متحده در تئاتر شهر واشنگتن هدف گلوله قرار گرفت. ساعتی بعد جانش را از دست داد. قاتل او یک بازیگر 26 ساله تئاتر بود که از فاصله بسیار نزدیک و از پشت سر فقط یک گلوله به جمجمه او شلیک کرد. او پس از تیراندازی به لینکلن که در کنار همسرش نشسته و نمایش رو تماشا می‌کرد فریاد زد جنوب انتقامش رو گرفت. آبراهام لینکلن در دوره نخست ریاست جمهوریش فرمان لغو بردگی که در ایالت‌های جنوبی آمریکا رایج بود رو صادر کرد و این مسئله موجب آغاز جنگ‌های 4 ساله انفصال آمریکا شده بود. مارتین لوتر کینگ نام این مرد در مبارزات مدنی در تاریخ آمریکا برای حقوق اقلیت‌ها و خصوصاً سیاه‌پوستان گره خورده. این مرد مبارز در حقیقت پدر معنوی جنبشی بود که در دهه‌های 50 و 60 میلادی برای تحقق بخشیدن به حقوق اقشار ضعیف آمریکایی از جمله سیاه‌پوستان به پا خواسته و تونست تا حدودی صدای مظلومیت و مشکلات این بخش از جامعه آمریکایی رو به جهان برسونه. سرانجام وی در 4 آوریل 1968 میلادی در یک هتل در شهر منفیس به ضرب گلوله یک سفیدپوست به نام جیمز انری شدیداً مجروح شد و در بیمارستان جان باخت. قاتل اون به 100 سال زندان محکوم شد و در سال 1998 در زندان از دنیا رفت.
حالا بریم سراغ موضوع اصلی این ویدیو، یعنی ترور اسماعیل هنیه. اسماعیل هنیه رهبر گروه مقاومت فلسطین حماس که سالهای طولانی با اسرائیل مبارزه می‌کرد. این فرد در تاریخ 10 مرداد ماه 1403 در تهران پایتخت ایران توسط اسرائیل ترور شد. هنوز جزئیات ترور و عامل اصلی اون مشخص نیست و کسی نمیدونه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. این ترور به وسیله موشک از راه دور و خارج از مرزهای ایران اتفاق افتاده یا از داخل ایران توسط پهپادهای کوچک انفجاری. اما هرچی که هست، او که برای مراسم تألیف و معرفی مسعود پزشکیان رئیس جمهور فعلی ایران به این کشور سفر کرده بود، در این اقدام غیرقابل پیش بینی در خاک ایران توسط اسرائیل ترور شد و مشخص نیست در روزها و هفته‌های آینده چقدر منطقه و جهان دچار درگیری بشه به خاطر این ترور. دوستان ممنونم که تا انتها همراه من بودین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که خوشتون اومده پس حتما با لایک هاتون از ما حمایت کنید و توی کامنت ها نظرات خودتون رو بنویسید. اگر که طرفدار موضوعات فکت و دانستنی در مورد چیزهای مختلف هستین، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید